خدمت خانواده عزیزانی که جانشون رو توی این جریان لازم خدمت خانواده عزیزانی که جانشون رو توی این جریان از دست دادن تسلیت عرض کنم، به مجروحینی که در این حادثه رخ داد و نزدیک 700 خورده از افراد مجروح شدن آرزوی سلامتی داریم و حتما تلاش خواهیم کرد که هم به کسانی که جانشون از دست دادن بگیم به خانواده هاشون رسیدگی کنن و هم عزیزانی که مجروح شدن حتما رسیدگی خواهیم کرد. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen,